به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه واسه به عریضه مرد 39 ساله ساکن نویه حمدانی مراجعت نموده است که 5 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 17:30 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از زمین‌های خوجگی دیقونیش واقع در نویه واسه 4 سر چاروای کلان شاخدار و 10 سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 49,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن شهر کولاب که پیش با ماده‌های 237 244 و 252 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 32 ساله ساکن نویه شهر نو همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده صبح بر وقت 14 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 05:00 هنگامی در مرکز دلخوشی شام دوستی شهر دوشنبه قرار داشتنش به طریق پنهانی از جیب مرد 34 ساله ساکن پایتخت همیانش را که در داخل آن یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 1800 سومونی بود دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 5000 سومانی را تشکیل می‌دهد.